سلام رفقا، عصرتون بخیر. به یکی دیگه از بررسی‌های اختصاصی با ماکت خوش اومدید. اگر ژاپنی باز هستید و به ماکت علاقه دارید، این ویدیو رو حتما تا انتها ببینید. خب این ماکت که در تصویر میبینید نیسان یا داتسون فیرلیدی 240 زد 1970 که توسط اوتوآرت و در مقیاس 1:18 ساخته شده. این ماکت با وجود نرخ ارز 20,000 تومانی فعلی هنوز هم با قیمت 2.5 میلیون تومانی قابل خریداریه و اگر ژاپنی باز هستید یا کلکسیونتون رو ماکت های ماشینای کلاسیک تشکیل میده، گزینه خوبیه برای خرید. حالا با این توضیحات اول از همه بریم سراغ جعبه گشایی. خب این از بسته‌بندی. این داتسون هم مثل خیلی دیگه از ماکت های سری میلنیوم تولید جدیدتر اوتوآرت بسته‌بندی تلقی داره و شما بدون باز کردن جعبه هم میتونید ماکت رو ملاحظه کنید. اما خب راستش بسته‌بندی های یونولیتری خیلی حس بهتری به آدم میدن. ماکت رو روی یک استند پیش کردن که دورش یک چهارچوب پلاستیکی قرار داره تا مدل و استند داخل جعبه بیرونی که از جنس مقوا و تلقه تکون نخوره و فیکس بمونه. و حالا با باز کردن این 4 تا پیچ میریم که یک نیم نگاهی هم به جزئیات مدل داشته باشیم. اولین نکته مثبت برای خیلی از ماکت بازا اینه که توی این ماکت خبری از متریال جدید اوتوآرت یعنی کامپوزیت ABS یا حتی رزین نیست. این داتسون دایکست فلزیه و تمام درپاش باز میشن. قالبگیریش هم که خب مثل بقیه محصولات اوتوآرت خوبه و ایراد خاصی به جز درز درپا که خب توی اغلب ماکت های دایکست به همین شکله به چشم نمیاد. این شرکت رنگ‌های سفید، نارنجی و خاکستری رو برای 240 زد ساده در نظر گرفته که این وسط خاکستریش از همه ارزونتر و سفید از بین این سه رنگ گرونترین و کمیابترینه. اوتوآرت برای جزئیات این مدل هم مثل بقیه محصولات کلاسیکش عملکرد خیلی خوبی داشته و ظرافت خاصی رو در قسمت‌های مختلف این ماکت می‌بینیم. جزئیاتی مثل چراغ‌های شفاف بدون پین، کرومکاری‌های بدون چروکیدگی و لوگوها و نوشته‌های برجسته در قسمت‌های مختلف بدن این ماکت به خوبی کار شدن و نسبت به قیمت مدل وضعیت خیلی مناسبی دارن. و از نظر من بخش عقب این مدل با خروجی ایزوز دوتایی روی هم، نوشته مورب و برجسته داتسون و چراغ خطرهای سرنگ با عمق خوبی که اوتوآرت براش در نظر گرفته، حتی از قسمت جلوش هم جذاب‌تره. و در نهایت هم میرسیم به بخش‌های داخلی مثل موتور، کابین و صندوق که به لطف قابلیت باز شدن 4 درب در این مدل میتونیم به خوبی جزئیاتشون رو مشاهده کنیم. یکی از معدود ایرادهای کیفیتی این ماکت همین لولاهای درب و صندوقه. در عوض لولاهای درب‌های طرفین ظرافت مطلوبی دارند، اما با توجه به رنگ تیره کابین جزئیات این بخش کمتر به چشم میاد. اما خب به هر حال غربیلک و دسته دنده چوبی و موکت کف اوتا از جذابیت‌های این بخشن. من محید حمیدی هستم و ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از طریق یوتیوب این ویدیو رو دیدید، ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگر از طریق اینستاگرام تماشاگر این ویدیو هستید، لطفاً با فالو کردن پیج و لایک و کامنت زیر همین پست ازمون حمایت کنید.